آیا می‌دونستین که یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران با تصمیماتش آینده امپراتوری هخامنشی رو به طور کامل تغییر داد؟ امروز به داستان خشایارشا، پادشاهی که به دلیل تصمیماتش در تاریخ ثبت شده خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا حقایق جالب و کمتر شنیده شده ای رو درباره اون کشف کنیم. خشایارشا در حدود سال 520 پیش از میلاد به دنیا اومد. اون پسر داریوش بزرگ و ملکه آتوسا دختر کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود. این ارتباط خانوادگی اون رو به عنوان یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هخامنشیان معرفی کرده. خشایارشا در سال 485 پیش از میلاد بعد از مرگ پدرش داریوش بزرگ به سلطنت میرسه. دوران سلطنت اون با چالش‌های داخلی و خارجی زیادی همراه بوده. یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران خشایارشا لشکرکشی به یونان بوده. اون برای انتقام از شکست‌های گذشته در نبردهای ماراتون و پیشروی در یونان لشکر بزرگی رو آماده می‌کنه. این لشکرکشی شامل نبردهای معروفی مثل نبرد ترموپیل و نبرد سالامیس بوده. خشایارشا با ارتش بزرگی به سرزمین یونان حمله میکنه. توی این نبرد سپاه یونان تحت فرماندهی لئونیداس 300 اسپارتی و تعداد کمی دیگه از نیروها در برابر ارتش بزرگ خشایارشا مقاومت میکنن. با وجود مقاومت شجاعانه یونانی‌ها در نهایت شکست می‌خورند. در نبردکشی شامل نبردهای معروفی مثل نبرد ترموپیل و نبرد سالامیس بوده. خشایارشا با ارتش بزرگی به سرزمین یونان حمله می‌کنه. توی این نبرد سپاه یونان تحت فرماندهی لئونیداس 300 اسپارتی و تعداد کمی دیگه از نیروها در برابر ارتش بزرگ خشایارشا مقاومت میکنند. با وجود مقاومت شجاعانه یونانی‌ها در نهایت شکست میخورند. در نبرد دریایی سالامیس نیروهای خشایارشا با شکست سنگینی مواجه میشن. یونانی‌ها میتونن با استفاده از استراتژی‌های برتر نیروی دریایی هخامنشی رو شکست بدن. این شکست تأثیر زیادی بر روند جنگ‌ها داشته و به تضعیف ارتش خشایارشا کمک میکنه. خشایارشا در دوران سلطنت خودش به تقویت و گسترش امپراتوری پرداخته. اون به ساخت بناهای عظیم و پروژه‌های عمرانی مثل دروازه‌های آپادانا و پل‌های بزرگ در تنگه هلسپونت پرداخت. همچنین برای اداره بهتر امپراتوری اون رو به ساتراپ‌ها یا استان‌های مختلف تقسیم میکنه و به ساماندهی مالی و نظامی میپردازه. از طرف دیگه خشایارشا تلاش میکرده تا روابط دیپلماتیک فعالیت‌هاش در جنگ با یونان به موفقیت کامل نمیرسه، اما اون در زمینه‌های دیگه به خاطر پروژه‌های عمرانی و سازماندهی گسترده به یادگار مونده. خشایارشا پادشاه هخامنشی با تصمیمات و سیاست‌های کلیدی خودش تأثیرات عمیقی بر امپراتوری هخامنشی گذاشته. در اینجا به برخی از مهمترین تصمیمات و سیاست‌های اون می‌پردازیم. اولین مورد لشکرکشی به یونان بوده. یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین تصمیمات خشایارشا برنامه‌ریزی و اجرای لشکرکشی به یونان بوده. هدف اصلی این لشکرکشی انتقام از شکست‌های گذشته هخامنشیان در نبرد ماراتون و ایجاد سلطه بر یونان بوده. خشایارشا با ارتشی بزرگ به یونان حمله میکنه و در تنگه ترموپیل با مقاومت شجاعانه یونانی‌ها به ویژه 300 اسپارتی مواجه میشه. این نبرد یکی از مشهورترین نبردهای تاریخه که علیرغم شکست خشایارشا نشون دهنده قدرت و استقامت نیروهای اون بوده. در پی این لشکرکشی نبرد دیگه‌ای به نام نبرد سالامیس رخ میده. در نبرد دریایی سالامیس نیروهای خشایارشا شکست سختی رو متحمل میشن.
این شکست ضربه‌ای مهلک به برنامه‌های خشایارشا بوده و تأثیر زیادی بر ادامه جنگ‌ها و موقعیت امپراتوری هخامنشی داشته. دومین مورد توسعه و اصلاحات داخلی بوده. خشایارشا به منظور تقویت و ساماندهی امپراتوری اقدام به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات داخلی میکنه. به عنوان مثال، خشایارشا امپراتوری وسیع خودش رو به استان‌هایی به نام ساتراپ‌ها تقسیم میکنه. هر ساتراپ تحت نظارت یک ساتراپ یا استاندار قرار داشته که مسئولیت اداره امور محلی، جمع‌آوری مالیات و حفظ نظم رو بر عهده داشته. نمونه اصلاحات دیگه ساخت بناهای بزرگ و پروژه‌های عمرانی بوده. از جمله پروژه‌های بزرگ اون میشه به ساخت کاخ‌های جدید در شوش و پرسپولیس و همچنین ساخت پل‌های بزرگ در تنگه هلسپوند برای تسهیل حرکت نیروها و کالاها اشاره کرد. سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک از دیگر اقدامات خشایارشا بوده. اون به تقویت روابط دیپلماتیک خودش با کشورهای مختلف پرداخته تا جایگاه امپراتوری هخامنشی رو در عرصه جهانی تثبیت کنه. اون به منظور افزایش نفوذ و کنترل بر مناطق کلیدی روابط دیپلماتیک و تجاری خودش رو با مصر و بابل تقویت میکنه. این روابط به اون کمک میکنه تا منابع و درآمدهای بیشتری به دست بیاره و قدرت خودش رو توی این مناطق حفظ کنه. سرکوب شورش‌ها و نارضایتی‌ها از جمله اقدامات خشایارشا بوده. در دوران سلطنت خشایارشا امپراتوری با شورش‌ها و نارضایتی‌های داخلی روبرو بوده. برای مقابله با این مشکلات خشایارشا اقداماتی برای سرکوب شورش‌های داخلی و حفظ نظم و امنیت در امپراتوری انجام میده. این شامل استفاده از نیروهای نظامی و اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای جلوگیری از قیام‌ها و نارضایتی‌ها بوده. اون همچنین به اصلاح سیستم مالی و مالیاتی پرداخته و تلاش کرده تا منابع مالی امپراتوری رو بهینه کنه. این اقدامات به منظور کاهش فشار اقتصادی بر مردم و بهبود وضعیت مالی امپراتوری صورت گرفته. حفظ و تقویت قدرت مرکزی اقدام نهایی خشایارشا بوده. اون تلاش میکنه تا قدرت مرکزی امپراتوری رو حفظ و تقویت کنه. اون توجه زیادی به نظارت و کنترل وابستگان و مقامات محلی داشته تا از تمرکز قدرت در دست دیگران جلوگیری کنه و سلطنت مرکزی رو مستحکم نگه داره. خشایارشا در تلاش بوده تا موقعیت سلطنتی و اقتدار خودش رو در برابر دیگر قدرت‌های داخلی و خارجی حفظ کنه و نشون بده که سلطنت هخامنشیان همچنان قدرتمند و تسلط پذیره. تصمیمات و سیاست‌های خشایارشا نمایانگر تلاش‌های اون برای حفظ و گسترش امپراتوری هخامنشی، بهبود اداره داخلی و مقابله با چالش‌های داخلی و خارجی بوده. این سیاست‌ها تأثیرات عمیقی بر تاریخ و آینده امپراتوری هخامنشی گذاشته. جنگ‌ها و نبردهای خشایارشا پادشاه هخامنشی بخش مهمی از دوران سلطنت اون بوده. همونطور که قبلا گفته شد، یکی از مهمترین اقدامات خشایارشا لشکرکشی به یونان بوده. این لشکرکشی به منظور انتقام از شکست‌های قبلی و تثبیت قدرت هخامنشیان در مدیترانه انجام میشه. نبرد ترموپیل اولین نبردی بوده که این لشکرکشی در پی داشته. خشایارشا تصمیم میگیره تا به یونان حمله کنه و ارتش بزرگی برای این منظور آماده میکنه. هدف اصلی اون گرفتن انتقام از شکست هخامنشیان در نبرد ماراتون بوده و قصد داشته تا یونان رو تحت سلطه خودش در بیاره. خشایارشا با ارتش بزرگی به سمت یونان پیشروی میکنه و برای عبور از تنگه‌های باریک و کوهستانی مسیرهایی رو انتخاب میکنه که نیروهاش بتونن با کمترین مقاومت وارد یونان بشن. در تنگه ترموپیل نیروهای یونانی تحت فرماندهی لئونیداس 300 اسپارتی و گروهی از دیگر شهرهای یونانی به دفاع می‌پردازند. اونا توی این تنگه با وجود تعداد بسیار کمتر مقاومت چشمگیری داشتند. نیروهای خشایارشا با وجود مقاومت شدید موفق به شکست نیروهای یونانی میشن.
این نبرد به رغم شکست یونانی‌ها به دلیل دلیری و شجاعت مدافعانش به یاد موندنیه. نبرد سالامیس دومین نبرد دوران خشایارشا بوده. بعد از شکست در ترموپیل، خشایارشا تصمیم به ادامه حملات خودش به یونان میگیره و به دنبال پیروزی نهایی در دریا بوده. اون ارتش دریایی بزرگی رو برای مقابله با نیروی دریایی یونانیان آماده میکنه. نبرد سالامیس در آبهای تنگ و شلوغ بین جزیره سالامیس و ساحل آتن صورت میگیره. نیروهای دریایی خشایارشا به دلیل استراتژی‌های مؤثر یونانی‌ها و مسائل جغرافیایی با مشکلات زیادی مواجه شدند. نیروی دریایی یونانی به رهبری فرماندهانی مثل تمیستوکلس با استفاده از تاکتیک‌های مناسب و استراتژی‌های برتر تونستن نیروی دریایی هخامنشی رو شکست بدن. این نبرد تأثیر عمده‌ای بر جنگ‌ها داشته و به کاهش قدرت دریایی خشایارشا کمک می‌کنه. بعد از نبرد سالامیس، اتحاد یونانیان به ویژه اسپارت‌ها و آتنی‌ها ادامه مقاومت رو در برابر هخامنشیان ترتیب میدن. نبرد پلاته به عنوان یکی از آخرین درگیری‌های مهم بین نیروهای یونان و هخامنشیان برگزار میشه. توی این نبرد نیروهای متحد یونانی تونستن با همکاری و استراتژی‌های مؤثر ارتش هخامنشی رو شکست بدن. نبرد پلاته به پایان حملات خشایارشا به یونان کمک میکنه و قدرت هخامنشیان در منطقه به شدت کاهش پیدا میکنه. شکست هخامنشیان در نبرد پلاته به همراه شکست‌های پیشین نشون دهنده پایان تلاش‌های خشایارشا برای سلطه کامل بر یونان بوده و به کاهش نفوذ هخامنشیان در منطقه منجر میشه. علاوه بر جنگ‌های خارجی، خشایارشا با چالش‌هایی در داخل امپراتوری هم مواجه بوده. اون با استفاده از نیروهای نظامی و اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای حفظ نظم و کنترل مناطق شورشی اقدام میکنه. خشایارشا تلاش میکرده تا قدرت مرکزی امپراتوری رو تقویت کنه و با نظارت بر مقامات محلی و اصلاح سیستم‌های مالی و نظامی به تقویت پایه‌های سلطنت خودش بپردازه. جنگ‌ها و نبردهای خشایارشا تأثیرات عمیقی بر تاریخ داشتند. شکست‌های خشایارشا در یونان موجب تضعیف قدرت هخامنشیان توی این منطقه و کاهش نفوذ اونا میشه. نبردهای اون به ویژه در سالامیس و پلاته به تثبیت موقعیت یونان و پایان سلطه هخامنشیان بر این منطقه کمک میکنه. اما با وجود شکست‌ها، خشایارشا به پروژه‌های عمرانی بزرگ مثل ساخت پل‌ها و بناهای عمومی ادامه میده که به تأسیس زیرساخت‌های مهم برای امپراتوری هخامنشیان کمک میکنه. نظر شما درباره تأثیر خشایارشا بر امپراتوری هخامنشی چیه؟ اگه از این ویدیو لذت بردید و دوست دارید اطلاعات بیشتری درباره تاریخ ایران و جهان یاد بگیرید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. نظرات و سوالات خودتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و برای دوستانتون که به تاریخ علاقه‌مندن این ویدیو رو ارسال کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.